سلام دوستان، اومدیم با یه آموزش قرمه سبزی خوشمزه و جا افتاده. اول پیازا رو خرد میکنیم. لوبیامون هم میذاریم جدا میپزه، آبجوش میریزیم. بچه‌ها اول پیازامون رو سرخ میکنیم. سبزیجات بهش اضافه میکنیم. گوشتامون هم بهش اضافه میکنیم، با پیازامون تف میدیم، سرخشون میکنیم. بچه‌ها یادتون نره حتما پیج ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظراتتون رو برایمون کامنت کنید، زنگوله رو بزنید که هر موقع پستای قشنگ گذاشتیم بتونید نگاه کنید. سبزیامون هم بهش اضافه میکنیم. بچه‌ها بعد سبزی لوبیامون هم بهش اضافه میکنیم. بچه‌ها بعد آبجوش میریزیم که بذاریم حسابی بپزه. بچه‌ها رب هم بهش اضافه کنید. اگه دوست داشتین لیمو خشک هم بهش اضافه کنید. بچه‌ها یادتون نره حتما پیج ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و اینم میشه یه قرمه سبزی خوشمزه و جا افتاده.